آقا با حاجی جون من کار ندارین. الان یه سری دایره خار کسته حاجی جون تو نیست، حاجی جون مام هست. ای کودی ساگران شبیه احمدی نژاد کسکش شدم، ابرو رو دادم بالا. چرا گفتم کسکش بیچاره رو؟ چی کار اون من دارم آقا؟ اون تو خونه خودش خوابه الان. اصلا میدونی که ما ایرانی ها انقدر حواس جمعی. من الان گفتم فوش دادم اینو، بعد اومدم گفتم نه با اون نبودم، گفتم الان خواهر مادر ما رو باید بگن این با انقلاب است، این با اونها است. هفته یه بار من میگم با اونایی، هفته یه بار من وصل میکنم به اسرائیل، هفته یه بارم من وصل میکنن که نه این با بچه های این بره. ول کن من گاهیدیم با من چیزی نمیدونم. من اینا رمضان مرادوف باشه